كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شدید. با عرض سلام خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. ای کسانی که ایمان آورده اید از الله بترسید. همانا زلزله روز قیامت بسیار عظیم است. همان روزی که مادر از فرزند شیرخوار خود می‌گریزد و هر صاحب حملی آنچه را که در شکم دارد سقط خواهد کرد از ترس آن روز و مردم را می‌بینی که مست به نظر می‌رسند اما مست نیستند، بلکه عذاب الله تعالی بس بزرگ است و سخت. در سری برنامه‌های سفر آخرت در خدمت شما عزیزان و خوبان هستیم با بررسی ادامه این سفر و کارشناس محترم برنامه جناب مولانا مجیب الرحمن انصاری. جناب استاد سلام عرض میکنم خدمت شما و خیلی مقدم عرض میکنم حضور شما را داریم. تشکر. ما هم خدمت شما و همه بینندگان عزیز و گرامی عرض و سلام و ادب دارم. و علیکم السلام. جناب مولانا در برنامه‌های گذشته درباره لحظات آخر زندگی، درباره لحظه جان دادن، درباره خارج شدن از دنیا، درباره قبر، درباره وضعیت انسان در قبر صحبت کردید و درباره قیامت گفته شد، لحظه‌ای که قیامت فرا میرسه و اون لحظه‌ای که سور دمیده میشه و دنیا از بین میره. بعد از اینکه دنیا از بین رفت، بعد از اینکه در سور اول الله تعالی تمام مخلوقات خود را از بین برد، بعد از اون چه اتفاقی میفته؟ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. صدق الله العظيم. در برنامه‌های گذشته پیرامون عالم برزخ و جریان سور اول که با دمیدن اصور همه هستی به جز ذات اقدس الهی همه نیست و نابود میشه. کل شیء هالک الا وجهه. و الله سبحانه و تعالی بعد از سور اول بار دیگر ملکی که مقرب هست و او به حی قدرت خود زنده میکنه و برایش گفته میشه که سور دوم رو بدنه و اسرافیل وقتی که سور دوم
میدمه به اصطلاح سور اول للموت و سور دوم للحیات. سور دوم وقتی که دمیده شد، انسان ها از قبرها برانگیخته میشن و با دمیدن این سور اونهایی که به هر طریقی خلاصه مرگ به سراغ اونها آمده باشه، چی در قبر باشن، چی در بحر باشن، چی در شکم ماهی رفته باشن و خلاصه در هر گونه ای از دنیا رفته باشن و به هی قدرت پروردگار عالم زنده میشن و به صحرای محشر سوق داده میشن. و الله سبحانه و تعالی ارتباط به وضعیت انسان ها در حضور و یا در جریان صحرای محشر آیات زیاد بیان میکنه برای اینکه ما انسان ها متوجه بشیم، چون مسئله قیامت از مسائل عمده هست، از مسائل اصولی هست و میتونیم بگیم که صدها آیه بحث قیامت رو داره، چون تمام نتیجه دنیا در قیامت معلوم میشه. نتیجه انسان هایی که از ابتدای دنیا، چون ما در برنامه گذشته اشاره کردیم که این دنیا یک عالمه، برزخ یک عالمه که بحث داشتیم، خود قیامت یک عالمه، تا اینکه انسان ها سرنوشت اونها معلوم میشه. انسان های بدبخت طرف جهنم میرن و انسان های خوشبخت طرف بهشت میرن که بعدا روی مسائل توضیح داده خواهد شد. میفهمید که این مرحله قیامت که ما از اون صحبت میکنیم فاصله بین زنده شدن تا تعیین تکلیف انسان و داخل شدن به بهشت و جهنم است که یک عالم جدا به حساب میاد. این خود از یک بحثه، خود از تنها در شناخت قیامت، اهل قیامت، برنامه های قیامت میگیم صدها آیه هست، طوری که ما صدها آیه داریم در مسائل احکام زندگی دنیا، صدها آیه داریم در جریان قیامت، مثل که آیات زیادی داریم در شناخت اهل بهشت، شناخت اهل جهنم، آیات کثیری در بحث تنها موقف قیامت هست، جایگاه قیامت و سرنوشت انسان ها در قیامت. آیات که بحث نفخ دوم رو بیان میکنه، الله سبحانه و تعالی در سوره مؤمنون آیه 101 میفرماید که فاذا نفخ فی الصور، هنگامی که سور دوم دمیده شود. منظور از این نفخ سور، سور دوم هست. فاذا نفخ فی الصور، خب بعد از این چی واقع میشه؟ فلا انصاب بینهم یومئذ، هیچ گونه خویشاوندی و نسبتی نیست در آن روز. این نسبت ها در دنیا هست. اگر یک شخص با شخص دعوا بکنه، فوراً خویشاوندش وزیر، وکیل، قدرتمند تماس میگیره که به فریاد من برس. ولی بعد از نفخ صور که انسان ها سوق داده میشن طرف محشر، فلا انصاب بینهم یومئذ، خویشاوندی ها کلا دیگه اونجا به درد نمیخوره، کلا به هم میریزه، کلا ارتباطات قطع میشه. ارتباطی که انسان در اونجا داره با دو چیزه، یک ارتباط با اعمال صالحه، یک ارتباط با اعمال سیئه. فقط اینها هستن که او یا خوشبخت میکنن یا بدبخت. برادر و مادر و خواهر و اینها به درد نمیخوره که آیات بعدی اشاره میشه. ولا یتساءلون، نکته اینجاست که از همدیگر هم پرسان نمیکنن و پرسان نمیشن. اصلا حال همدیگر خویشاوند از خویشاوند نمیپرسه، اونایی که همدیگر رو ببینن، دیگر رو ببینن. وقتی از حال همدیگر پرسان نمیشه،
یعنی چی؟ یعنی همه به سرنوشت خود گرفتارن، همه متوجه حال خود هستن، هر کس به فکر نجات خود هست، تلاش میکنه که چگونه و از چی راهی و از چگونه و از چی طریقی راه نجات برای خود به دست بیاره. آیه بعدی که ارتباط به نفخ سور یعنی سور دوم داره، الله سبحانه و تعالی در سوره انعام آیه 73 میفرمایه وله الملک، پادشاهی از خداست، یوم ینفخ فی الصور عالم الغیب والشهاده و هو الحکیم الخبیر، و هو الحکیم الخبیر. وله الملک، در این روز پادشاهی از کینه؟ از الله است، از الله سبحانه و تعالی. پادشاهی مطلق. خب سوال در اینجا می آید که مگر در این دنیا پادشاهی از آن خدا نیست؟ وله الملک، در حشر پادشاهی گفته شده از خداست، مالک یوم الدین که پادشاه روز جزا. در دنیا کسانی هستند که ظاهرا میبینیم امر و نهی دارن، حاکمان دنیا، پادشاهان دنیا، رئیس جمهورهای دنیا، وزرا، بالاخره قدرتمندای دنیا، لشکر دارن، سپاه دارن، امر میکنن، نهی میکنن، بزنید، نزنید، بکشید، نکشید. چنین فرمانهای در دنیا هست. اینجا که گفته شده وله الملک، یعنی پادشاهی مطلق، دیگه امر و نهی خلاص میشه، تمام میشه. این پادشاه های دنیایی که اینجا امر و نهی دارن، در آن روزی که وله الملک یوم ینفخ فی الصور عالم الغیب و الشهاده، در آن روزی که برای اعلان رستاخیز سور دمیده شود، در آنجا دیگه الله سبحانه و تعالی چیه؟ دانای آشکار و پنهانه، یعنی میدانه او چیزهایی که انسانها آشکار انجام دادن، او کارهایی را که پنهانی انجام دادن. در دنیا خیلی انسانها گناه کرده، معصیت کرده پنهانن، ولی توبه اگر نکرده باشه همه خدای تبارک تعالی میدانه و او همه در صحرای محشر آشکارا میشه. در دنیا کسی جرم کرده، جنایت کرده، به هر طریقی، یا به وسیله قدرت خود او پنهان کرده یا به وسیله ثروت خود جنایت را پنهان کرده، الله سبحانه و تعالی عالم الغیب و الشهاده و هو الحکیم الخبیر. الله سبحانه و تعالی حکیم در کردار و آگاه از احوال انسان ها. خدای تبارک و تعالی خوب میدانه در صحرای محشر که کدام شخص چگونه اعمال حسنه، اعمال سیئه، کوچک، بزرگ، بالاخره چگونه آشکارا، پنهان انجام داده باشه. پس این آیه مبارکه هم اشاره داره که وله الملک یوم ینفخ فی الصور، یعنی روز رستاخیز. منظور از ینفخ فی الصور همان سور و یا نفخ دوم هست. آیه سوم الله سبحانه و تعالی در سوره زمر آیه 68 میفرماید ثم نفخ فیه اخرى، سپس بار دیگر سور دمیده می شود. یعنی چی؟ یعنی سور اول که دمیده شد، بعد از سور اول سور دومی می آیه، وقتی که دمیده شد فاذا هم قیام ینظرون، فاذا هم قیام، انسان ها برمی خیزن. از کجا؟ از گورها انسان ها برمی خیزن و می نگرن و نگاه می کنن هر طرف. هر کس به فکر سرنوشت خود هست، نگاه میکنه که امروز با من چگونه فیصله خواهد شد.
نگاه میکنه که امروز با من چگونه برخورد خواهد شد و نگاه میکنه که امروز چگونه روزی است و ما خلاصه به کدام سمت سو روان خواهد شد. این آیه مبارکه هم دلالت بر که صراحت داره بر نفخ دوم سور. آیه چهارم که الله سبحانه و تعالی در سوره طه آیه 102 اشاره میکنه که یوم ینفخ فی الصور، روزی که دمیده می شود نفخ دوم، آن روز چگونه روزی هست؟ و نحشر المجرمین یومئذ زرقا. الله سبحانه و تعالی میگه بعد از این که سور دوم دمیده شد ما جمع میکنیم میکشانیم مجرمین در آن روز زرقا. زرقا با چهرهای کبود، انسانهای مجرم، انسانهای بدبخت، انسانهای شقی زمانی که از گورها از قبرها برمیخیزن و حرکت میکنن به طرف صحرای محشر، چهره‌های اینا کبوده. یعنی این چهره‌ها چرا کبوده؟ از شدت درد و رنج و خلاصه عذابی که به اینها رسیده. بناهن انسان هایی که در دنیا گناه کردن، معصیت کردن و توبه نکردن، که ما از همه بینندگان عزیز و گرامی، از همه دوستا خواهش ما این هست که هنوز مرگ به سراغ من و تو نرسیده. قبل از این که مرگ بیاید و ملک الموت به بالین من و تو بنشینه، تائب بشیم. الله سبحانه و تعالی دروازه توبه باز کرده، به خاطر این که اگر در دنیا چهره با گناه و معصیت سیاه کردیم، ایر بیاییم با قطرات اشک سفید بکنیم. اگر قلب سیاه کردیم، با تلاوت قرآن، با تدبر به قرآن بیاییم این قلب جلاه بدیم. بیاییم خلاصه این روزی که چقدر سخته که انسانها از قبرها برخیزه و چهره حالت دیگرگونی به خود داشته باشه، چهره باشه که از شدت درد و رنج و عذابی که دیده باشه او کبود شده باشه، سیاه شده باشه. بناهن خواهر، برادر، وقت داری، فرصت داری، دروازه الله را در بزن. الله سبحانه و تعالی ذاتیه که میفرمایه قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، بگو برای بندگان من، قل یا عبادی الذین اسرفوا. اسراف یعنی چی؟ آنهایی که اسراف کردن در زندگی خود، در خوراک خود، در پوشاک خود، اسراف کردن یعنی ضایع کردن وقت خود. بگو برای اینها قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، آنهایی که ظلم کردن بر نفسهای خود، رفتن به راه خطا، اشتباه، گناه کردن، معصیت کردن. بگو برای اینها لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت الله شما ناامید نشوید. دروازه توبه باز هست. ان الله یغفر الذنوب جمیعا، خداوند همه گناهان شما را میآمرزد، خداوند گناهان شما را میبخشد، مشروط بر این که تائب شوید. و توبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون، تا اینکه شما رستگار شوید، دروازه الله در بزنید. میگه در درگاه ما دل را یک دل کن، آنچه غیر از ماست آن را یله کن. یک صبح یک شب به اخلاص بیا بر در ما، گر کار تو بر نیامد آنگه گله کن. ببخشیم جناب استاد سلیمانی عزیز که استفاده کردیم جناب استاد. واقعا آیاتی رو که شما اشاره فرمودید درباره لحظه دوباره دمیده شدن در سور دوم و
اینکه انسان ها دوباره از قبر حشر میشن. در اون لحظه که دوباره حیات جدیدی به سراغ نه تنها انسان ها بلکه به صورت تمام موجودات میاد و دوباره زنده میشن، انسان ها چند گروه میشن در اون دسته؟ چه وضعیتی خواهند داشت انسان ها در اون شرایط؟ و اینکه کسانی که میان، تفاوت بین مؤمنین و بین کفار در خلال آیات، چه تفاوت بین مؤمنین و کفار هست و بین کسانی که زندگیشون به هر حال در دنیا هم عده‌ای تابع دستورات الله تعالی بودن، عده‌ای سعی کردن که رعایت بکنن و عده دیگه هر جور خواستن زندگی کردن. در این باب چه آیات، چه تصویری رو برای ما معرفی میکنه؟ صحرای محشر طوری که اشاره کردیم، الله سبحانه و تعالی صحرای محشر جریانیه که ترازوی عدل الهی گذاشته میشه و او روز انسان ها تقسیم میشن به اصحاب یمین، اصحاب شمال و مقربین. الله سبحانه و تعالی ارتباط به انسان ها که در صحرای محشر جمع میشن، که بحث اصحاب یمین و اصحاب شمال و مقربین انشالله به لابلا و خلال برنامه ها اشاره خواهد شد که اصحاب یمین چگونه مردمیان و اصحاب شمال چگونه و مقربین. ولی به طور خلاصه و فشرده که بیان کنیم، الله سبحانه و تعالی در سوره نحل آیه 87 وضعیت انسانها به تصویر میکشه که بعد از نفخ دوم که میفرماید و یوم ینفخ فی الصور، آن هنگامی که نفخ دوم دمیده میشود، ففزع، این حالت انسان ها هست، ففزع من فی السماوات و من فی الارض، وحشت زده میشن. روز قیامت روز وحشته، روز پریشانیه، روز نگرانیه. حتی در بعضی روایات میاره که به بعضی از موقفها، چون مواقف مختلفی داره صحرای محشر، به بعضی از مراحل صحرای محشر انبیاء علیهم السلام هم میلرزن. این که گفته شده که الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، او یک مرحله صحرای محشره که الله سبحانه و تعالی برای دوستان خود آرامش و اطمینان میده که اونها هیچ خوف و هراسی ندارن. اما در این آیه میفرمایه که ففزع من فی السماوات و من فی الارض، همه میترسن و میلرزن و وحشت زده میشن، الا من شاء الله، مگر کسی که خدا بخواهه. که مفسرین میفرمایند که الله سبحانه و تعالی به الا من شاء الله اولئک هم الشهداء عند ربهم یرزقون. فقط مفسرین میفرمایند که شهدا در محشر وحشت ندارن، که این جایگاه و عظمت و بزرگی مقام شهید نشان میده. ادامه آیه میفرماید باز هم جریان انسان ها در صحرای محشر نشان میده که و کل اتوه داخرین، همه انسان ها میاین داخرین، حالت متواضع، در حالت فروتنان اینها به صحرای محشر آماده میشن. یعنی در صحرای محشر هیچ کس نیست که در آنجا دم بزنه. خلاصه در صحرای محشر تمام انسان ها متواضع، تمام انسان ها در حالت به اصطلاح فروتن حاضر میشن و الله سبحانه و تعالی در اونجا انسان ها تقسیم میکنه. تقسیم به اینه که بعضی اصحاب یمین میشن و اصحاب شمال و مقربین. به طور خلاصه و فشرده که
چون سوال شما این بود که الله سبحانه و تعالی بندگان چگونه تقسیم میکنه. در صحرای محشر اصحاب یمین خلاصی و اینه که نامه اعمال به دست راست اونها داده میشه. وقتی نامه اعمال به دست راست اونها داده شد، فاما من اوتی کتابه بیمینه فیقول ها مقرؤوا کتابیه. الله اکبر. چقدر خوشحال میشه انسان. نامه به هر کس میده. فیقول ها مقرؤوا کتابیه، صدا میکنه بخوانید. شما ببینیم جناب استاد بزرگوار که در یک پوهنتون، یک دانشگاه، یک مکتب، یک مدرسه کسی درس میخوانه، یک شهادتنامه، یک سند عالی میگیره، بعد کوشش میکنه که همه دوستا ببینن، همه خانواده ببینن، همه اقارب و خویشاوندان ببینن. با خوشحالی یک نامه دنیوی که ارزشش فقط در دنیایه، اما او لحظه ای که این نامه به دست راست داده بشه، این انسان از فرحت و خوشحالی دیگه به اصطلاح در پیراهن نمی گنجه. ما در دنیا میگیم اما شاید در محشر هم نگنجه از خوشحالی. فیقول ها مقرؤوا کتابیه انی ظننت انی ملاق حسابیه. خب طبعا فکر میکنه که با این اعمالی که در دنیا انجام داده با چنین نامه روبرو میشه. یقینا انسان‌های خوش اعمال، انسان‌های با سعادت در دنیا معلومه، نماز میخوانه، روزه میگیره، زکات میده، حج میره، جهاد میکنه، فرمان الله درست و صحیح اجرا میکنه، به امید همان لحظه که نامه اعمال به دست ازی داده بشه، به دست راست، و یقینم هست و یقینم داشته. فهو فی عیشة راضیه، زندگی با سعادتمند، زندگی که از این زندگی راضیه. مهم اینه که انسان از زندگی راضی باشه. فهو فی عیشة راضیه فی جنة عالیه قطوفها دانیه کلوا واشربوا هنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیه. الله اکبر. بهشت برای ازی آماده میشه، خوردنی ها، نوشیدنی ها، میوه ها، همه لذائذ خلاصه برای ازی آماده هست و این خوشحاله. این یک نمونه از انسانهای صحرای محشر که اصحاب یمینن. خدای تبارک و تعالی نجات بده از او لحظه که و اما من اوتی کتابه بشمال، هنگامی که نامه اعمال به دست چپ داده بشه. وقتی نامه اعمال به دست چپ داده شد، اصحاب شمال اینها چی میگن؟ فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیه، ای کاش که امروز این نامه به من داده نمیشد، ای کاش که من نمیدیدم، اصلا با این روبرو نمیشدم. یا لیتنی لم اوت کتابیه ولم ادر ما حسابیه، گمان نمیکردم که چنین حسابی گرفته میشه. خب انسان بدبخت چنینه دیگه، آمادگی نگرفته، نماز نخوانده، روزه نگرفته، فرمان الله رو به جا نکرده، حجاب اسلامی رعایت نکرده، هر آنچه که از وعظ و نصیحت و دنیای آخرت شنیده سهلنکار بوده، بالاخره عادی و سرسری گذشته. اینجا هم به حالت ندامت و پشیمانی میفته. ولم ادر ما حسابیه یا لیتها کانت القاضیه ما اغنا عنی مالیه هلک عنی سلطانیه. خلاصه بعد فریاد میزنه که هیچ چیزی به من فایده نمیرسانه در این روز، نه مال من، نه سرمایه من، نه حاکمیت من، نه پادشاهی من، نه بالاخره او همه هواها و هوسهایی که من پشت سر گذراندم. هلک عنی سلطانیه. اینجا دستور داده میشه که این کسی که در زمره اصحاب شمال هست، خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه ثم فی سلسلة زرعوا 70 ذراعا فاسلکوه، این را با او زنجیرهای 70 گزه بپیچید و بالاخره بکشانید و به طرف اون جهنم 70 ذراعا فاسلکوه. این چی جرمی داشته؟ جرم همی اصحاب یمین که قرآن اشاره میکنه، ببخشیم اصحاب شمال جرم از چی بوده که به این جزا به این گرفتار میشه؟ 70 ذراعا فاسلوه انه کان لا یؤمن بالله العظیم.
ایمان به خدا نداشته. خدایی که با یه عظمت و بزرگی تمام نعمت رو به او داده، دست و پا و چشم و هوش و گوش و عقل و فکر و نعمتهای مادی، معنوی، ظاهری، باطنی، همه نعمتها رو داده بر ازی رب خور نشناخته، ایمان نیاورده. انه لا یؤمن بالله العظیم ولا یحض على طعام المسکین. فقرا و مساکین هم کمک نکرده، دست بازی داشته کمک نکرده. فلیس له اليوم هاهنا حمیم ولا طعام الا من غسلین. خدا نجات بده همه ما، همه بینندگان، همه امت اسلامی. اللهم لا تجعلنا منهم. ای الله ما را از زمره اینها نگردان. بعد هوا و هوس دنیویی که در دنیا به خود مصروف کرده بوده، در دنیا مصروف کرده بوده، از خوراکی حرام استفاده کرده، از نوشیدنی حرام استفاده کرده، از خلاصه آن اشیایی که خداوند او ممنوع قرار داده بوده استفاده کرده. حالا برای از این دیگه طعامی آماده شده. این طعام چگونه طعامیه؟ ادامه انه لا یؤمن بالله العظیم ولا یحض على طعام المسکین فلیس له اليوم هاهنا حمیم ولا طعام الا من غسلین. برای از این امروز خوراک و طعامی نیست مگر غسلین. غسلین چی هست؟ همون چرکابه‌ای که از وجود جهنمی ها در جهنم خون و چرکی که از اونها خارج میشه، برای اینها آورده میشه که این طعام شماست. حرام استفاده کردی، شراب خوردی، از خلاصه مأکولات حرام استفاده کردی، فرمان الله را شکستی و ایمان نیاوردی، امروز طعام تو اینهاست. ادامه آیه بسیار تکان دهنده، ظاهر آیه تکان دهنده. من غسلین لا یأکله الا الخاطئون. اگرچه مفسرین تفسیر اینا در اینه که منظور از این خاطئون مشرکون هستن، مشرکین، کفار، اونهایی که جنایات بزرگ کردن. اما ظاهر آیه خاطئون یعنی خطاکارا، خطا کردن. خطا رفتن بحث بسیار عمدیه. مشرک هم خطا کرده چون شرک ورزیده، کافر هم چون کفر ورزیده، ظالم هم ظلم کرده، و بالآخره در تحت خاطئین هر انسان خطاکاری شامل میشه که الله سبحانه و تعالی همه ما که خطا کردیم الله توبه نصوح نصیب کنه که اگر خاطی هم هستیم بیایم جز تائبین بشیم. این اصحاب شمال بود که به طور خلاصه وفاشرده بیان. خیلی ممنونم جناب مولانا، فرصت ما به پایان رسید. خداحافظی شما با بینندگان عزیز میشنویم. ان شاءالله باز ادامه موضوع رو در برنامه بعدی پیگیری خواهیم کرد. الله سبحانه و تعالی همه ما و همه بینندگان جز اصحاب یمین بگردانه که ما هستیم که در دنیا انتخاب میکنیم. دو دفتر هست، قلم را دادن دست ما که ما اسم خود را جز اصحاب یمین بنویسیم یا جز اصحاب شمال. خود ما هستیم که بر ردیف اصحاب یمین میریم یا اصحاب شمال. انتخاب دست خود من و توست ای بیننده عزیز. خداوند ما را از جمله اصحاب یمین بگردانه و انشاءالله تا برنامه بعدی سفر آخرت که موضوعات قیامت و صحرای محشر هست شما را به خداوند کریم و رحیم می سپارم. موفق باشید. خیلی ممنونم جناب مولانا. همچنین تشکر میکنم از شما بینندگان عزیز و ارجمند که تا این لحظه ما رو یاری کردید و تا برنامه بعد هم شما عزیزان رو به الله متعال می سپارم. الله یار و نگهدار شما.